هیچ ایده‌ای ندارین که من از صبح تا حالا چقدر عطسه کردم. گلوم درد میکنه. گلوم درد میکنه آقا. یعنی اینطوری نمیذاره با من آماده شیم میریم مسافرت. خیلی بی احساس گفتم. با من آماده شیم با هم دیگه بریم مسافرت. مسافرت هم که میریم سره. خب من شلوارم پوشیدم، روش لباسم رو پوشم. رو من از منگو خریدم. قیمتش یادم نیست ولی فکر کنم روش نوشته بود 50 پوند. آره چوسی شدم. کلاه ببینید همیشه خدا همیشه رو بارو همیشه کلاه سرتون کنید توی مسافرت. میگفتم من نمیگفتم نمیفهمیدی. من وقتی میبینه که ما داریم میریم مسافرت همیشه شک میکنه که ممکنه اینو هم ببریم. الان تو ذهنش سواله که منو هم قراره ببرن؟ امیدوارم نبرن، ولی اینطوری که بوش میاد فکر نکنم من ببره، چون خبری از سبد نیست. ولی بذار ببینم داره چی کار میکنه. بعد با آرامش میگیرم میخوابم، بعد غذا میخورم، بعد دیگه سر صداشون نیست. آره ای وای ترسید دیدین؟ گیزی بفرما مادر برویم. سخنی خدا به خیر و خوشی بریم و برگردیم. ما خیلی ولاگات مؤدبانه استش. دوستمونم برداشتیم. اوکی. بعد راهی مسیر میشیم. اینقدر که عطسه کردم. فیلتر بذار من قشنگ نیستم. فیلتر بذار من داشتم صورت من بزرگ نیست خانمم. شما بزرگ خط افتاد رو گوشی خانمم گوشی داره تقارن نشون میده. الله چیز کردم شما باجی شعرم تو چسب خوش آقا من دیدم سفست خطیه با دقیقا با چسب مال باش نشون بده. فکر کنم سامسونگ قشنگ خوشی موی. من الان خودم نیاز دارم به اندروید رو بیان. چیز داره آیفون داره. داره سایی میریزه. A few moments later. من دوست میشده. سبیده yok. Sebide vallahi. Kendimize sebide. Abi. Hayır. Eyvah. Eyvah. Allah dönüşüm. Na. Sen nasıl madası gibi olsun. Vay bir damla. Vallahi yok bebeğim. 20 minutes later. Neliko dilim dert کنه اینقدر من نخندم. ماما دارم ویدیو میگیرم. گشنیم خانم ملیکا. بله اونجا با بالا مرغ هست. نه کیلویی بود با اون چیزه ها سوخاری ها. آره سوخاری. اینا بریانی میخوان. من بریانی دوست ندارم. الان فکر میکنی خیلی دوستم ولی چیز به پیش دسته بعد غذا این بچه اینو سیستم راست
ولی چپو نشون میدی. فتاشم میگم راست نرو چپ. آها ماما راست چپش نه همه مستقیم برو از اون برم همه مستقیم برو. آدرس میره تقسیم شدیم به 2 وسایلا رو ببریم دوشماق کنه. دوشماق چی میشه به فارسیش یادم میفته چیز میکنیم بچینیم. آره این فارس من میگه نه دیگه گشنمه مغزم دیگه ریزه. کجا زدن اینجا ویو اینجا خیلی قشنگه. نما کنیم نانازیه. بعد شب یادم میاد 2 سال پیش بود که ما اومده بودیم اینجا. مه بود که آبان بود چیزه مه بود همه جا مه بود. بعد تو اون وایب گرفتیم میخوابیدیم. سر خیلی خوبه قراره یه جا نگه داریم خیلی شلوغه بعد پیاده بریم. وسط فیلمم قطع شد. مامان بیا زیر نور کجا؟ بیا خب صحبت کن جان چی بگم عزیزم؟ مامان واسه ولاگ چه میگن؟ بریم بیرون یکم بگردیم. بچه با من آماده شیم بریم سرنگردی. بیا تموم شد. سرنگ همین پاشو میرم خونه همون. شباش خیلی قشنگ میشه رنگیه برو اون لازمه توضیح بدم گوش نمه حوصله‌ام ملیکا بیا تو توضیح بده. تو بیا توضیح ده. سلام حال شما خوب هست؟ نه ولش کن. It was at this moment that he knew he fucked up. اگه فهمین توی سر این دیگه خبر اومدش که دو تا دختر اسکل بازی دارن میمونیم ماییم. از این اداها تو یوتیوب من ندارم میزنم روانی شده دیوانه شده ملیکا ازت متنفرم خیلی زایی که خیلی سر اینو دوستش دارم. گشتمه چی امتحان کردین؟ سعادتی هست رو زعفران حوصله ندم ترجمه کنم. چی میگن؟ میگه که درصد اون حسه هایی که توشه فرق میکنه. بعد مثلا بستگی داره درصدش بیشتر قیمتش هم بیشتر. حسش کم باشه در قیمتش هم کم داره ولی خوشمزه است. اوکی بیاین بخریم از این مغازه. گل سرخ خوبه دارم. ما مثلا خیابون این شکلیه نورانیه اصلا دروغ میگه. نه جدی راست میگم. ولی مثلا نمیدونم غذا نخوردم یا چی نور زیاد به صورتم میخوره سرم درد میکنه. خوابیدار شدیم. آره اینا خوابیدن نذاشتم ما بخوابیم. حرفا میزنن غیبت. بعدیم الان چیزه سنگکی واسه صبحانه چون تنبلی نتون سوزوت گرد وقتی 4 تا خانم میرم مسافرت سرم ناموسن سرم. پا شدیم که بریم استخر. این شبیه کی شدم؟ شبیه مثلا این زنه ایتالیایی که مثلا میرن خرید کلم و اینجور چیزا میکنن. واینسته فقط یه دونه از این کیسه کالسکه لازم دارم. این بدی اخلاق من چی؟ من اصلا مثل بلاگرای دیگه یا اینفلوئنسرها یا یوتیوبرای دیگه نیستم که مثلا میگم که با انرژی و اینجور چیزا با انرژی و اینجور چیزا اصلا فیلم من اصلا با انرژی اینا حرف بزنم. چرا با انرژی حرف نمیزنم؟ الان به خاطر اینکه 2 روز همون نرفتم. بعد 2 روز که چه عرض کنم دیروز بعد همون میرفتم که نرفتم و منتظر بودم که بریم استخر. ولی چون دیر رسیدیم و حوصله‌ام نکشید بعد نهار چیزا موند
و امروز باید بریم ولی نمیدونم چرا هنوز نمیریم. خانم استخر خانم دیگه اجازه نمید کرده 2 hours later. خب فرش شدیم. اوف واقعا فرش شدیم. دستم انقدر خسته است که نمیتونم ببرم بالا و اینکه من چشم ترس از آفتاب داره نمیتونم ببینم. نمیتونم دوربین رو ببینم ولی باد اومد. حال بیاینیم نه بابا دم سایدین جل مرزخ چه